سلام رفقا، چطورید؟ من هستم چه هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی زیبا پر از فرشتگان بامزه و باحال زیبا. حالا این فرشته‌ها کیا هستن؟ این بچه‌های کوچولو دوست داشتنی، این فرشته‌هایی که دوست داری نازشون بدی، بوسشون کنی، گازشون بگیری، از دوست داشتن بچلونیشون. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو، ولی یادتون نره که حتما وسطای ویدیو یا آخر ویدیو حتما دکمه لایک رو بزنید اگر دوست داشتید و اگر نظری دارید تو کامنت بنویسید و اگر چنلمو سابسکرایب نداری حتما چنلمو سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. بدون هیچ معطلی میریم ادامه ویدیو. برو بریم. سلام بفرمایید. تو مخول دارین آقا؟ جان مخول؟ بله چند تا میخوای؟ چند تا؟ 10 تا میگه 6 تا. 3 تا. برای خودتون میخوای؟ آره برای نینیمون. اوخی نینیتون تو مخولو میخوره؟ آره بگو اسم نینیتون چیه؟ اسم نینیتون چیه؟ روبی. روبین؟ نه چیزی. چیسین؟ چه اسم قشنگی. چند سالشه نینیتون؟ 2 تومنش. 2 تومنشه؟ وای. بفرما خانم تو مخول. اول یه بوس به من بدین شما بعد تو مخول. ای جان چه شیرینه. بگیر سا. اوه میگم آروم بده اگه دردم اومد میخوای نگاه نکنی؟ اگه دردم اومد خیلی بالی بچه. من کار نداشت قبلش دیدم باشه. دستتو نیار جلو لطفا. خطرناکه. دستتو برام داری؟ آخرش نبود. آخرش میگه که اصلا هم درد نداشت. خب داری اذیت میکنی دیگه. جان داره حرف میزنه. من همش بهت میگم اذیت نکن. چی اذیت میکنی؟ پرو شدی؟ ای جان داره حرف میزنه. پرو شدی؟ کی اذیتت کرده؟ تو همه اذیت میکنی. من ببرم خونه تو رو دعوت کنم خوبه؟ گوش بده. دارم باید حرف میزنم. یه ببرم از خونه دعوت کنم خوبه؟ کجایی حرف میزنیم؟ میخواد حرف بزنه. داری کجایی حرف میزنی تو؟ من کجایی حرف میزنم؟ تو کجایی حرف میزنی؟ چه قشنگ حرف میزنه. نیفتی حالا؟ جان تو خوابت چه بگم این پدرش هم خونه نمیاد آدم کمدی بره بشه مادر نشه از خوردن که معدم خورده کنده مش دارو قرص میخورن. فدات بشم. این همه زبون از کجا آوردی؟ این همه حرف از کجا آوردی؟ قربونت برم. یه حرفای قلمبه سلمبه‌ای زدی تو. یه آدم عادی اون بزرگتر نمیتونه چنین حرفایی رو حفظ کنه. خیلی قشنگ گفت. قربونت برم. میخوام برات بمیرم. بمیر. ای خدا. بله بشوره. گفتم من بچه برم فرشو بشوره. وای گندم خیلی بالی. من بچم من بچه نیستم. بچه نیستی؟ نه چرا؟ اینکه من بزرگ شدم. راست میگی؟ آره اوکی. من لباس ماشین رفتم. اگه دوست دارین لباس ماشین ببینید حتما توی هایلایت های اینستاگرام گذاشتم. پیج اینستاگرام این بالا میذارم. حتما برین فالو کنید پیج اینستاگرامم. برید اونجا نگاه کنید. پس واجب شد چی؟ اینستاگرام رو فالو کنید. الهی چی شده؟ جونت بشم الهی دردت به جونت کجا میخوای بری آخه؟
اوه ترکیه میرین دورت ترکیه میدونی کجاست اصلا؟ الان نمیشه که باید بلیط بگیری. میخوای بخری از اونجا آخه؟ خودم بگیرم. ای جان خودت بلیط چجوری بگیری آخه؟ بیا الان فعلا بریم یه سوپرمارکت یه دونه همین چیپس خوشگله برات بگیرم دختر. هرچی تو دوست داشته باشی بابا. چیپسش هم مهمه. تو میگی از این ارزان از این گرنا. باشه تو رو خدا. من تا 18 سالگی اصلا نمیدونستم ترکیه کجاست. بچه 3-4 ساله فکرم 3-4 سالش بیشتر نباشه بریم ترکیه. میخوام برم ترکیه دندونام ریخت. ببینم تو هم میتونی بگیشون باشه؟ بگو قسطنطنیه. قسطنطنیه. همه ما وقتی یه بچه کوچولو رو گیر میاریم دوست داریم بهش بگیم قسطنطنیه رو بگو و اونم اشتباه بگه ما بخندیم. فقط دوست داریم با کلمه قسطنطنیه یکی رو امتحان کنیم که ببینیم میتونه اونو تلفظ کنه یا نه. همه ما آفرین. بگو امپریالیست. لاسی. ای جان نمیتونه بشرخه زبونش. بگو ایمپرووایز. اسمو فارس. جان قربون زبونت. مزیقه. بگو قلمداد. قلمداد. بگو بیمروت. بیروت. بگو قسطنطنیه. گفتم دیگه. ای جان اون فهمید بچه که یه بار کلمه رو گفته. قسطنطنیه. ای جان آفرین. چشماشو کفش مامانشو پوشیده. مامان چرا قهر کردی با من؟ ای جان تو فقط قهر کن. اینجا خونه حاکمه. هم سیندرله آره میشه؟ اوه ای جان برو در بزن بگو حاکم بزرگ من سیندرلا هر بار کنیم. تو خیالاتش چه تصوراتی میکنه بچه چه ذوق زده. فکر کنم واقعا مثلا حاکم نمیذاره؟ نمیذاره. ای جان لباس سیندرلا هم دارم. غلط میکنه نظره. سلام دوستان حالتون چطوریه؟ ویدیو دیگه با من. خب بچه امروز میخوایم آرایش کردن رو بهتون یاد بریم که خیلی هم مفید و خوب هست. خب مفید نیست کوچولو. من یاد بدم ساکت و آروم و منظم بشینیم پیش ماماناتون که من بهتون قشنگ با آرامش یاد بدم که حواسم پرتش کنم. الان اول آرایشم رو باز کنم. بچه فکره نبید باشه نمیبینم. بزرگم بعد مامانم باز کردی؟ حداقل گوگو دستم سوسیس. چی کار کردی؟ اسم بیسکوت هست گل حداقل گدستم سوسیس. ششیش تو باشه مرسی. چشماش فقط سوسیس همو میدی لطفا؟ الان حساسیت میکنی بایسته درست کنم. اوه الان حساسیت میکنی. شوف نه اینو بزنی میشوخه واسه میشوخه میشوخه. اینجوری اینش میچرخه. حالا میچرخی. بعدن خب این رو بسیم اوه در میاد صداش در میاد. بله دوباره سر به تو به من اینجا
داشته میگفتی؟ چای داغه دایی شاقه. ای جان چند بار بگو. متنفس وای خیلی بال بود. بس دیگه. خجالت کشیدی؟ یه بار دیگه بگو لطفا. لطفا نمیگم. بسیار خوب کاری میکنی. ای جان نمیتونه حرف بزنه. تلاش میکنه. قسم به هم مارو به هم خدا دل قده یه تک از تنهاییش تنها بودن تنها بودن چی میخواد؟ چی؟ بستنی؟ بستنی؟ چه رنگی؟ نداریم بستنی. کجاست یعنی؟ کجاست بستنی الان؟ دوست داری بستنی؟ ای جان منم تو دوست دارم. چقدر میخوای بخوری؟ چیه لیانا؟ از کجا آوردی؟ لباسشو موهاشو. مگه من نگفتم دیگه روش نزن؟ من دوست نداشتم. من آخه ندارم ماما جاش. کن بذارم ببینم چطوریه جده. چطوری بود زدی؟ عالی بود. میگه من دوست نداشتم. میخواد توجیه کنه. میگه من دوست نداشتم. فقط میخواستم بزنم ببینم چجوریه. قربونت برم چجوری اون لحظه اون حرف به فکر رسیدی حرف رو بزنی خودتو بیگناه نشون بدی. خیلی بچه ها خیلی لپش گاز بگیر لپش گاز بگیر بازاشو گاز بگیر. چی داری میخوری؟ ولاشک خوشمزه؟ به منم میدی؟ توشه مسیحا اونو نندازی ها نندازی ها بابا مواظب باش. دیدی باید چی شد؟ پات اوف شد؟ اینجا من تمرین میکنه. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. یه خورده این ویدیو متفاوت بود. یه خورده حال آدمو خوب میکنه. دیدن این بچه واقعا به آدم انگیزه میده. اگه دوست داشتین پارت 2 حتما بسازم. حتما ادامه دار پیدا کنه. حتما واسم ویدیو بفرستید. دمتون گرم. اگه دوست داشتین حتما لایک کنید. اگر دوست نداشتین لایک رو بزنید دیگه به عشق این بچهای کوچولو. و اگر نظری تو کامنت داری حتما بنویسید. دمتون گرم. و اگر من به اولین بار ببینید چنل من سابسکرایب نداری چنل من سابسکرایب کن. اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش برات بیاد. تا ویدیوی بعدی موچ بهتون. دوستتون دارم. پیس.